قیامت جزای نیک برتون جنت. اگر راهی بد را انتخاب کرد همین آتش دوزخ داشت. خداوند انسانها را آفریده، قرآن برایشان داده، سنت رسول برایشان داده، بعد از این انتخاب به خودشان گذاشته. اما رسول الله زنده بود تکلیف داره اختلاف را از ما بین امت بردارد. خداوند این تکلیفی ندارد. نمیشه کسی برای خدا کسی تکلیف مشخص بکنه. آقا خیلی ممنون. بچه کجایی شما؟ منم بچه افغانستان. بابا همسایه‌ایم دیگه. بله الحمدلله. خیلی ممنون از اینکه حرفای منو گوش کردی. منم حرفای منطقی بنازدی خیلی ولی به دوستانت بگو که متأسفانه برخورد اینا همه ظاهر پیغمبرن. حتما. حالا شما میگی پیغمبر زنده نیست، همونجور که 4 مذهب مختلف وجود داره تو اهل تشنع، شما یه دونه دیگه هم اضافه کن مثل 5 مذهب. مگه آقای طنطاوی تو الازهر نگفته که شیعه جزء برای 5 مذهب مذاهب نداریم نه جزء اصلی اسلامی. الان 4 تا داریم فقط. شما شیعه رو قبول نداریم؟ ما قبول نداریم. ما به صراحت بگیم قبول نداریم. ولی ما قبول داریم. قبول داشته ولی ما قبول نداریم. ما نه تنها شما رو قبول داریم، ما حضرت عیسی رو قبول داریم. ما حضرت موسی رو قبول داریم. الحمدلله همه ما شما با ایمانی که پیغمبر هست قبول داریم ولی پیروی نمیکنیم. اینها رو به عنوان پیروی نمیکنیم. پیروی نمیکنیم ولی احترام میذاریم. همین آقا ما قبول داریم. الان شما مسیحیت دارین برای حضرت مسیح فیلم ساختن، افتضاح، نمیدونم کاریکاتور میکشن، نمیدونم فلان میکنن، ولی ما احترام میذاریم. ما به شما هم احترام میذاریم. اما آقا احترام چیز دیگر قبول هم ملتی. آقا ما قبول نداریم. ملتی احسن. خدا خیر. همین. ما یعنی ما اگر مجادله میکنیم باید به نیکی باشه. ما ببین مجادله میکنیم، بحث میکنیم ولی به عنوان مذهب ایان هم حق دارن. آقا حق احترام میگه ولی قبول به عنوان مذهب نمیتونیم بکنیم. چرا؟ شما ببین چرا نمیکنید؟ احسن خدا عوض کنه. خاطر اینکه این 1000 سال است که شیعه به وجود آمده. نظر ما همین چون 1000 سال شیعه به وجود آمده. بعد از 400 سال از زندگی رسول الله شیعه به وجود آمد. در این 1000 سال علمای اهل سنت شیعه را، علما مراجع شیعه را التماس کردن آقا یک کتاب صحیح به ما نشان بدهید. ما هنوز نتونستم کتاب صحیح برشون نشان بدیم. آقا یک کتاب صحیح داشته باشیم ما بگیریم بخونیم حقیقت شما را بدانیم. نهج البلاغه کتاب ادب هست آقا. کتاب نهج البلاغه شما قبول دارید؟ کلام به قول خودتون خلیفه 4م دیگه. آقا در نظر ما نظر ما پس نهج البلاغه کلام حضرت علی نیست. نظر ما کسانی آمدن به نام حضرت ساختن بافتن. اگه بخوای اینجوری صحبت کنی یه نفرم پیدا میشه اونجا میگه که قرآن هم کلام خدا. همین الان هم دارم میگم. مگه نمیگم مگه سلمان رشدی چی گفت؟ من متوجه نشد آقا. کتاب نهج البلاغه و کتاب احکام نیست، کتاب اصول نیست، کتاب لغت هست، ادب هست، موعظه هست، پند نصیحت هست. شما ببین آقا ما میخواهیم کتاب آقا کسانی آمدن کلینی کافی را گفتن این کلینی کافی، امام زمان گفت کافی شیعه این بهتره. وقتی کلینی را برداشتیم بخوانیم جز کفر در اون چیزی ندارید. مثلا در اون میگه که این دانا مصحفات ما ادراک ما مصحف این فیها سبعه ولا یوجد فی قرآنکم هذا حرف واحد. میگه که ما قرآن فاطمه داریم. در اون قرآن فاطمه 10000 آیه، این 17000 آیه. میگه لا یوجد. آقا کلینی در اصول کافی این رو میارد. اصول کافی میارد که یعنی 17000 آیه هست. این وقتی که شما کلینی رو وقتی علمای اسلام که علم رجال دارن آیا این حدیث رو قبول دارن؟ ما همین رو میگیم ما کاری نداریم. نزد ما همه کتابش ارزش نداره ولی ما ازشان خواستیم از مراجع یک کتاب صحیح. توی تورات اومده داوود با خدا کشتی گرفت. آیا ما این آیه تورات رو قبول کنیم؟ نه دیگه قبول نمی‌کنیم. این تحریف شده. تو اسلام هم یه سری احادیث این اسرائیلیات احادیثیه که آوردن کردن تو کتابای
شیعه ها. آقا به خاطر همین ما میگیم که ولی سندهای متقن هم داریم. ما میگیم که این مراجع شیعه یک کتاب صحیح معتبر معرفی بکنن. ما اهل سنت بپرسیم ما باید یک نفر معرفی میکنیم. این کتاب صحیح بخاری صحیح هر چی بیاد روی چشم قبول کنیم. توجه هستی؟ ولی وقتی که ما این علامه امینی رو میشناسیم. ما دقیق میشناسم. اون کتابش رو با خود دارم، القدیر 120 مجلد القدیر رو با خود دارم. تمام روایاتی که توی القدیر اومده از اهل تسننه. یه دونه شیعی نیورده. ببین وقتی که من خواستم همین وقتی که کتابش رو مطالعه کردم، آقا وقتی که دیدم شب‌های پیشاور کتابش رو خوندی، کتاب رو تمام بودن، شب‌های پیشاورم میرسید. وقتی کتاب القدیر رو آوردم مطالعه کردم تعجب کردم. این رو علامه میگه هر چی آورد و حدیث جعلی از کتب اهل سنت. بله یک حدیث صحیح من نتونستم پیدا بکنم. اگر شما مراجعی داری آخه من فردا پس فردا امروز اینجا من میرم راجع به اینا تحقیق میکنم. اگر شما چند روز هستید؟ چند روز اینجا هستید؟ ما میریم آقا اگر یک دو روز هستید مراجعی دارید فردا با مراجع اینجا بیارید. من میگم بله من یک روایت میگم از اون قدیر که درباره قدیر. آقا نظر ما هم قدیر اتفاق نیفتاد. دشمنان اسلام منافقین ساختن بافتن تا که امت اسلام را تفریق کنند. قدیر اتفاق نیفتاده. نظر ما این هست. یا ایها الناس یا ایها الرسول بلغ ما انزل. این چیه این بلغ؟ کجا قدیر هست؟ نه به من بگین بلغ چی و رساله پیامبر در پایان عمرش چی و بعد ابلاغ کجا هست پایان عمر شما میگین؟ قرآن خود نگفتم. آیه داره آیه چیزه. آیه میگه بلغ در مدینه. نه آیه نه شأن نزولش رو پیدا می‌کنیم. من پیدا بکنید. این آیه در مدینه نازل شده. آیه رسول بلغ در مدینه نازل. وقتی قرآن این بلغ قرآن است. آقا جز قرآن چیزی دیگه نیست که الله رسول الله ابلاغ بکنه. تو مدینه چه سالی؟ جان؟ مدینه چه سالیه؟ آقا در مدینه رسول وقتی هجرت کردن در اینجا یهود وجود داشت. متوجه قرآن نازل شد. پیغمبر در مکه بود که قرآن نازل شد و گفتش که برو علنی کن بعد 3 سال. بعد این بلغ آخر عمرش تازه میاد میگه قرآن رو ابلاغ کن. کی گفته است آخر؟ اصلا این آقا شما از خود میگید. نه سالش رو شأن نزولش چیه؟ آقا شأن نزولش رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره بودند. قرآن وقتی که نازل شد قرآن اینجا یهودی‌ها بودند. پیغمبر صلی الله علیه و فرمود قبل از فرمان پس دع بما تؤمر، یعنی اون چیزی که بر تو نازل میشود علنی اعلام بکن. علنی برسان. الیوم اکملت لکم دینکم. این یوم کدوم روزه؟ این روز عرفه. نظر ما اهل سنت روز عرفه. روز عرفه. الیوم یعنی روز عرفه. روز عرفه آخرین روز رسول الله هست که با تمام جهان اسلام مسلمین